آقای عبدالحمید پاسخ بگوید. این آقا حاضر است مناظره بکند؟ مناظره و مباهله میکنه. آقا امامت چیه؟ شما چی میگید بعد پیامبر چه اتفاقی افتاده؟ چه باید میشد؟ چه باید انجام میدادن مسلمانان؟ صحبت اینه شارحی که بتواند تبیین بکنن چیه؟ شما معین کنید بین اصحاب کی میتواند این کار رو بکنه. اگر روایات فضل امیرالمؤمنین علیه السلام نمی بود، اگر غدیر خم نمی بود، اگر آیه مباهله نمی بود، اگر آیه انما ولیکم الله نمی بود، اگر هل اتی نمی بود، شما بین اصحاب از کجا می دانستید عالم کیه؟ نماینده بشود برای رسول خدا، نماینده برای تبیین. باید عالم باشد، باید بداند حکم الله را، از عالم بالا با خبر باشد. اگر این راهنمایی ها نمی بود می گفتید چی عالم است قرآن رو تبیین بکند. پس شما مطلع نیستید از دانش من، شما مطلع نیستید از دانش اون آقا اصحاب چی دانش الهی دارد. پس مردم نمی توانند امام و خلیفه تعیین بکنند. چرا؟ بفرمایید. دانش ندارند به دانش من، دانش ندارند به دانش دیگران، به حقیقت دیگران، به خوبی های دیگران، بله، به شرح سطح و استقامت دیگران. پس خلافت و امامت کار مردم نیست، چون مردم خبر ندارن چی اعلم علماست، افقه فقهاست، چی پاک است، چی لایق است. اینجا امامت می شود کار خدای متعال. این که اخیراً آقای عبدالحمید گفته است که حکومت خلفا با آزادی بوده، دموکراسی بوده، انتخاب بوده، رأی بوده، رأی مردم. ما عرض میکنیم رأی مردم در امامت و خلافت بیفایده است. مردم از کجا میشناختن کی چی کار است، باطن کی چگونه است، علم کی چه مقدار است؟ این از پایه خراب است. این استدلال و این مطلب که ایشون آورده، هر کس بگوید امامت با رأی مردم است اشتباه میکنه، یا عمدن اشتباه میکنه. مأمور است و اشتباه میکند. امامت همچون رسالت الهی است، نسب است، پیامبر مبعوث خدای متعال است، امام هم منسوب خدای متعال است. پس قدیر چیست؟ آقای عبدالحمید پاسخ بگوید قدیر چیه؟ پاسخ علامه امینی ما را بدهد. بله، یک جلد نه بیشتر رد علامه امینی بنویسد، استدلالی و برهان، نه اینکه در نماز جمعه حرف بزند و فرار کند. همین آقا بیاد مناظره میکنه. ما القدیر علامه داریم راجع به قدیر، ما عبقات داریم، ما المراجعات داریم، ما فیهم کرائم القرآن داریم. آیات ستایشی در شأن امیر مومنان علیه السلام است. ما آیه مباهله داریم، ما آیه تطهیر داریم، احادیثی که خود اهل سنت عامه نقل کردن، انا مدینة العلم و علی بابها داریم. ما کتاب الله و اطرتی داریم. از کتاب‌های خود سنی ها ما دلیل میاریم، نه از کتاب‌های شیعه. این آقا حاضر است مناظره بکند، مناظره بکند و مباهله میکنیم. والله ما حکومت آقا امیر مومنان علیه السلام در جانمون هست، اعتقاد به حکومت ایشان. مردم ایران
دل به علی مرتضی علیه السلام داده‌اند. ایران شیعه خانه آقا امام زمان علیه السلام است. همین جوانهای ما حاضرن پاسخ بدن، همون هیئت‌های ما حاضرن صحبت بکنن و مباهله. توجه فرمودید؟ پس مسئله امامت بعد رسالت چیه؟ نمایندگی لتبین للناس است، برای تبیین قرآن است. قرآن راجع به صلات آیه دارد اما راجع به فروع صلات آیه نداره. بله کتب علیکم الصیام داریم اما فروع صیام ما آیه نداریم. از کجا این فروع رو شما به دست میارید؟ از روایات. رسول الله صلی الله علیه و آله زمانشون دیگه کوتاه بود. اون تبیین و شرح قرآن و تفسیر قرآن و تعبیر قرآن افتاده به دوش معصومان، کسانی که معصومن، خطا ندارن، اشتباه نمی کنن. تا مهدویت